از الله بترسیم، بدنام نکنیم دین الله را به خاطر مزاج خود. شرک خفی چی است؟ اول شرک خفی یک دو سه مثالش میگم ختم میکنم. مثال اولش است که عمل صالح را انجام داره و میخواد که مردم را توصیف بکنه. این شرک خفی هست. دعوت به خاطر الله بکن. بانک حق گفتی مردم یک 4 کلمه بد بگوید. من هیچ بدبین ندارم. در ایمان تجدید نظر بکن. کمونیست از تو راضی، یهود از تو راضی، نصرانی از تو راضی، زناکار از تو راضی، هیچ کاری نکردی. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. تلویزیون رقص است، حداقل گلش خو کن. بس میگه هیچ کس از من خفه نیست. فإن لم یستطع فبلسانه، با زبانت بگویشن. او رو هم نمیگی، در قلبم بد نمیبینی. قرار داروسی شیشه پایک خودم شورک میده به مانای چی که یعنی خوب ساز است. کوکو ایمان. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده 100% ایمان است. فإن لم یستطع فبلسانه 50% ایمان است. فإن لم یستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان 5% ایمان است. تو که ساز میاری، تو که رقاصه را میاری، تو که در مجالسی که در اونجا منکرات است تایید میکنی، چند فیصد ایمان داری؟ انسان باید خودش، عمر رضی الله عنه میگه که برای بچه خود میگه بچم خود حساب کو پیش از اینکه دیگران را محاسبه بکنه. مثال دیگهش شرک خفی. اگر چنین نمیکردم چنان نمیشد. اگر من این کار نمیکردم این کار نمیشد. اگر فلانی یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، مثل کافران نشین که کسایی که رفتن مثلا در قتال رفتن، در جهاد رفتن، در سفرهای تجارتی رفتن، اگر نمی رفتن نمی مردن. شرک خفی. اگر فلان دکتر نمی بودش تو که من تباه می شد، اگر فلان نرس نمی بود. شرک خفی است. الله را فراموش کرده. خالق از این دکتر کی است؟ خالق از این نرس کی است؟ او را باید داشته باش. مثال سوم شرک خفی، خود در مقابل مخلوق ذلیل ساختن. چرا دوست میری خود ذلیل میسازی؟ شرک خفی هست. ذلیل ساختن خود در مقابل مخلوق. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر رسول الله خود ذلیل نمیساختن. بسیاری ببینید خدا کپ میکنه، 6 قات میکنه. چرا در مقابل مخلوق خدا 6 قات میکنی؟ جای سجده فقط برای الله سجده و رکوع و تعظیم بکن. این ذلیل ساختن در مقابل مخلوق. این مثال سوم از چی است؟ مثال چهارمش منت گذاری و اذیت رسانی. صدقه داد، منت میگذاره، اذیت میکنه. اگر من همه بودم تو میبودی، اگر من همه بودم تو بودی. این مثال دیگه هست که منت گذاری هم در جمله شرک خفی علما میگن شرک خفی است. و تمامی ریاکاری ها که است یا شرک خفی داخل هستن. الله متعال ما و شما را توفیق بده که از شرک خدا نجات بدیم. اقول قولی هذا و استغفر الله.